نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجاها. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. در برنامه این هفته یکی دو تا کلیپ داریم از حماقت‌ها و جهالت‌های خدا ناباوران، ملحدین، کسانی که ادعا می‌کنند که آزاد اندیش هستند، در حالی که گرفتار جهل و نادانی و حماقت هستند. یکی دو کلیپ انشاءالله پخش میکنیم و شبهاتی است که مطرح میکنن و پاسخ میدیم. هدف ما پاسخ دادن به این اشخاص نیست، گرچه قبلا اعلان کردیم که ما آماده مباحثه هستیم، آماده گفتگو هستیم و شماره تماس برنامه را هم اعلان کردیم، گفتیم به این شماره تماس بگیرید اگر شما واقعا به دنبال حقیقت هستید، واقعا سوالاتی دارید که میخواهید مطرح بکنید، میتونید در برنامه آن روی سکه زنگ بزنید، تماس بگیرید و ما حاضریم که این شبهات رو پاسخ بدیم. اما گویا هدف اینها رسیدن به حق، رسیدن به واقعیت و راستی نیست، بلکه حقوق بگیر هستن. چه اشخاصی اینها رو اجیر کردن که فقط بیان و مانند آخوندهای شیعه دروغ پردازی بکنن، تلویث بکنن و شما که 100 بار جوابشون هم بدید، اینا هی همین دروغ ها و همین تلویث ها و خیانت ها رو تکرار میکنن. هدف اصلی من در پاسخ به این شبهات این است که در ذهن شاید بعضی از جوانهایی که آگاهی دینی ندارند، از قرآن کریم و از علوم اسلامی آگاهی کامل ندارند، این شبهات در ذهن اینها مطرح شده و اینها رو ما جواب بدیم و یک نوع مسائلی رو مطرح میکنیم که آگاهی دینی جوانان ما رو بالا ببره. و به طور مثال یکی دو تا شبهه‌ای که امشب پاسخ خواهیم داد مسائل خیلی مهمی است، اطلاعات عمومی است در مورد اسلام، در مورد قرآن، در مورد رسول الله علیه و آله و سلم که جوانان عزیز ما باید این اطلاعات رو داشته باشند، وقتی که در مقابل همچین انسان‌هایی قرار می‌گیرن بتونن با دلایل منطقی و محکم جواب اونها رو بدن. خب دوستان عزیز، اول شبهه رو با هم گوش میکنیم، از اون انشاءالله جوابش رو میدیم. حالا بیان رشوه‌خوری این آقا چقدر جالب. سوره مجادله آیه 12 یا ایها الذین آمنو، ای مردانی که ایمان آورده، اینجا مردان گفته تنها، ای مردانی که بعضی کسا ترجمه میکنه ای کسانی که ایمان آورده. دوستان عزیز، واژه الذین مربوط مردها میشه، ضمیر جمع مرد است در زبان عربی. اللاتی با ضمیر مؤنث جمع است، این را باید داشته باشین. نمیگه یا ایو اللاتی، میگه یا ایو الذین.
با مردها آمده این کتاب. همیشه در هر جای گفته بجز یا ایو الناس. البته ایو الناس هم اسلام که زنها را انسان نمیدانه، ایو الناس هم با مردها خطاب شده، این متوجه باشین. اما در یک تعداد آیات قرآن آمده که والمؤمنات والمؤمنات آمده، و طور مثال قانتات آمده، اون نمیفهم فلان بهمان آمده. این موضوع جدا است، برای در اون آیات زنها را هم مورد خطاب خودش قرار داده، مؤمنین مؤمنات، هم مرد هم زن. اما در کل قرآن برای مردها آمده، چون یا ایها الذین آمنوا آمده. خب در این آیت گفته ای کسانی که خب این شبهه‌ای است که قبل از این انسان بی سواد و جاهل کسان دیگری هم در طول تاریخ اینو مطرح کردن که واقعا نشان دهنده حماقت و جهالت این ملحدین است. من در اولین برنامه‌ای که به این شبهات پاسخ دادم خدمت شما عزیزان عرض کردم که بی خدایان بی عقل، اینها اگر عقل و شعور و دانش و سواد می داشتن خدا را باور نمی شدن، اگر عقل می داشتن شعور می داشتن ملحد نمی شدن، بیدین نمی شدن. بر صورت این یک شبهه‌ای است که ایشون مطرح میکنه، قبل از ایشون اشخاص دیگری هم مطرح کردن. عموما انسان هایی که از ادبیات عربی و ادبیات قرآن و از دین آگاهی ندارن این شبهات رو مطرح میکنن و طوری مطرح میکنن، طوری عقل به جانب شبهه مطرح میکنن که طبیعتا انسان هایی که آگاهی ندارن میگن که والا داره راست میگه دیگه، این قرآن میگه که این قرآن همش برای مردها نازل شده. اونجایی هم که یا ایها الناس گفته دیگه قرآن که زنها رو انسان حساب نمیکنه. پس این قرآن چون که همه جا گفته که یا ایها الذین آمنو، اینجا چون خطاب مذکر جمع است پس این قرآن خطابش به مرد هاست و به زن ها نیست. این یک شبهه عمومی است. همونطوری که عرض کردم هدف ما آگاهی رسانی و بیدار کردن جوان ها است که به علمشون به اطلاعاتشون بیفزایند. اما اینها انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینها رو بترسانی یا نترسانی، به اینها بگی یا نگی، اینا ایمان نمیآورن. الان مثلا ما این شبهه را که مییم با دلایل قاطع پاسخ میدیم، آیا فردا میاد میگه که بله ببخشید من اشتباه کردم؟ نه، دوباره میاد همین چیزا رو نشخوار میکنه. اولئک کالانعام بل هم اضل. الله سبحانه و تعالی میگه که اینها مانند چارپایان هستن، بلکه از چارپایان هم گمراه تر هستند. خب اولا دوستان عزیز، قرآن کریم به زبان عربی نازل شده. اینکه چرا قرآن کریم به زبان عربی نازل شده این یک شبهه دیگری است که اینها مطرح میکنن که انشالله این برنامه جاش نیست. هفته آینده به اذن الله تعالی در شروع برنامه در این مورد صحبت خواهیم کرد که چرا قرآن کریم به زبان عربی نازل شد، چرا به یک زبان دیگری نازل نشد، و دلایل علمی و منطقی و ادبی در این مورد انشالله داریم که در هفته آینده خدمت شما عزیزان بیان خواهم کرد. اما الله سبحانه و تعالی در سوره شعراء آیه 195 می‌فرماید که قرآن کریم به لسان عربی مبین، به زبان عربی مبین و آشکار الله سبحانه و تعالی این قرآن را نازل کرده. چرا به زبان عربی نازل کرده؟ چون که از جمله غنیترین و قویترین زبانهای دنیا که هیچ زبان دیگری در بین زبانهای دنیا مانند زبان عربی نیست. مفردات زبان عربی تقریبا چیزی در حدود بین 12 تا 13 میلیون است. تصور بکنید 12 الی 13 میلیون کلمات هست و مفردات هست در زبان عربی که این بدون تکرار. اگر با کلمات مکررش حساب بکنید چیزی در حدود 25 میلیون مفردات داره زبان عربی، در حالی که بقیه زبانها به 1 میلیون هم نمیرسه مفرداتش و کلماتش، که اونم خیلیاش کلماتی است که از زبانهای دیگر استعاره گرفته شده و به طور مثال در زبان انگلیسی خیلی کلماتی هست که ریشه عربی داره یا از زبانهای دیگر گرفته شده. یک نمونهش رو مثال براتون بیارم. مثلا ما میگیم که در انگلیسی کلمه است به نام کور. مثلا میگه که برای موبایلم یک کور گرفتم. کور که در انگلیسی مطرح میشه، این کلمه از ریشه این کلمه
کفر است یا از ریشه کفر گرفته شده، کلمه عربی است که در عربی کفره یعنی پوشاند، یعنی حق رو پوشاند. ما کافر، کفره، پوشاندن یک چیزی رو، پوشاندن حق رو در عربی بهش میگن کفره، کفر الحق. حتی به کشاورز میگن کفر، یعنی یا کافر، به خاطر اینکه دانه رو در زیر زمین میپوشانه. مثل این کلمات زیادی است در زبان عربی که انشاءالله در برنامه خاصی در این مورد صحبت خواهیم کرد. به خاطر همین قرآن کریم به زبان عربی نازل شده و هر زبانی، خاصتا زبان عربی که خیلی از جمله مشکل ترین زبانهای دنیا هست، از نگاه گرامر، از نگاه به اصطلاح دستور زبان، هر زبانی برای خودش یک دستوری داره، یک به اصطلاح گرامر خاصی داره. از قواعد زبان عربی این است وقتی که خطاب به یک جمعی باشه که در اونجا مذکر و مؤنث باشه، همیشه خطاب مذکر میشه. مثلا 100 تا مرد هست و 100 تا زن هست در یک جایی، یا 50 تا مرد هست، 60 تا زن هست، یک جمعی هستن که زن و مرد هستن. وقتی که ما میگیم که اونهایی که آنجا هستند، در اینجا خطاب مذکر استفاده میشه. اینو تقلیب بهش میگن در قواعد زبان عربی. مثلا میگیم اولئک الذین، کسانی که در آنجا هستن. الذین، این صیغه جمع مذکر هست که برای مرد استفاده میشه، اما وقتی یک جمعی که شامل مذکر و مؤنث باشه، در اینجا صیغه جمع مذکر به اونها خطاب میشه. مثلا ما در قرآن کریم داریم که یا ایها الناس، ای انسان ها. هر انسان عاقلی که مرض نداشته باشه میدونه که در اینجا یا ایها الناس یعنی همه انسان ها که شامل زن و مرد میشه. مثلا در قرآن کریم میگه یا بنی آدم، ای فرزندان آدم. خب در اینجا هم مرد شامل میشه و هم زن شامل میشه. و یا ایها الذین آمنو، وقتی در هر آیه‌ای که در قرآن کریم یا ایها الذین آمنو هست، طبق قواعد زبان عربی که این آدم جاهل و نادان و احمق نمیدانه، اینجا خطاب چی است؟ به همه مؤمنینی که شامل مرد و زن میشه. بعد یعنی در قرآن کریم نمیشه که اینطوری در قواعد زبان عربی جدا از قرآن نمیشه که مثلا به یک جمعی که در اونجا زن و مرد است به اونا بگن یا ایها الذین و یا ایها اللاتی. یعنی این به اصطلاح مخالف قواعد زبان عربی است و قرآن کریم به زبان عربی نازل شده. این از جمله لوازم بلاغت و صرف و نحو و دستور و گرامر زبان عربی است. و همه انسان ها و همه انسان هایی که عاقل باشن، عقل و شعور داشته باشن، میدونن که الله سبحانه و تعالی کتاب های آسمانی رو برای مرد و زن و جن و انس و برای موجوداتی که مخاطب قرآن کریم هستن نازل کرده. بعد الله سبحانه و تعالی مثلا میگه که یا ایها الذین آمنو، یا همیشه در قرآن کریم حرف ندا است و آگاهی دادن، صدا کردن، ندا کردن. مثلا میگیم یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مؤمنین. عموما ترجمه دقیقش این است که ای مؤمنین. ترجمه دقیقش این است که ای مؤمنین. وقتی که برای نماز جمعه صدا داده شد، ندا داده شد، پس بدوید و شتاب کنید و سعی کنید به طرف ذکر الله سبحانه و تعالی و ذروا البیع و بگذارید خرید و فروش را. این خطاب شامل مرد هست و شامل زن هست و همه مؤمنین مخاطب این آیه قرآن کریم است. مثلا الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام. ای مؤمنان، الله سبحانه و تعالی فرض کرده برای شما چی رو؟ روزه را. در همه کتاب‌های اسلامی شما بگردید در هیچ جای نگفته که مخاطب این آیه فقط مردها هستند، چون که دستور زبان عربی این است که هر جایی که
خطاب به جمعی از مذکر و مؤنث باشه و زن و مرد باشه، در اونجا صیغه جمع مذکر استفاده میشه. مثلا الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که در سوره تحریم آیه 12 و مریم ابنة عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكانت من القانتين. در اینجا خطاب به کی است؟ منظور این آیه کی است؟ و مریم دختر عمران که زن پاکدامنی بود و ما در او دمیدیم از روح خود. او آیات الله سبحانه و تعالی را تصدیق کرد و کتاب الله سبحانه و تعالی را تصدیق کرد. و کانت اینجا کی است؟ این خطاب به یک مؤنث است. کانت، نمیگه کانه. کانه خطاب به مرد است، کانت خطاب به زن است. من القانتین، چرا در اینجا نگفته و کانت من القانتات؟ چون که قانتین جمعی از مردان و زنان مؤمن هستند که مخاطب این آیه قرار میگیرن که مریم علیه السلام جزئی از آنهاست. به خاطر همین در اینجا قانتات نمیگه، قانتین میگه. این دستور زبان عربی است، این گرامر زبان عربی است. در آیه دیگه مثلا در سوره یوسف اعرض عن هذا، ای یوسف رو بگردان از این. عزیز مصر وقتی خطاب میکنه به یوسف و خطاب به زنش چی میگه؟ به زلیخا واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین. در اینجا نگفته انکی کنت من الخاطئات، چون که خطاکاران، گناهکاران شامل مرد و زن میشه. به خاطر همین خطاب در اینجا طبق دستور زبان عربی، طبق گرامر زبان عربی در اینجا انکی کنت من الخاطئین، خطاب جمع به اصطلاح مذکر که در اینجا استفاده شده به خاطر چی است؟ چون که در بین خاطئین، خطاکاران و گناهکاران مردها و زنها شامل هستند. این دستور زبان عربی است. وقتی یک ملحدی، یک خدا ناباور احمقی که از علم و آگاهی اطلاعی نداره و نمیفهمه، دیگه شما با چه زبانی باید اون رو بفهمانید؟ به خاطر همین زن عزیز که زلیخا باشه در اینجا میگه که خاطئین. چرا نمیگه خاطئات؟ چون که گناهکاران شامل مرد و زن میشه. و در بعضی از جاها در قرآن کریم خطابهای ویژه‌ای وجود داره. مثلا در جایی میگه که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، همه است، شامل همه است، مرد و زن. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. مردانی از مردان دیگر، قومی از قوم دیگر، در اینجا قوم شامل مرد و زن هست. تمسخر نکنن، استهزا نکنن. شاید که اونایی که شما مسخره میکنید از شما بهتر است، چون بیشتر مسخره کنندگان طبقه زنها هستند و این یک چیز طبیعی و اجتماعی است در جامعه. این تحقیر زن نیست. در اینجا یک خطاب ویژه و خاص میگه ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. و زنهایی از شما زنهای دیگری رو نیان در اینجا مسخره نکنه، شاید اون زنهایی رو که مسخره میکنند از شما بهتر باشد. وانگهی در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیه 35 در اینجا خیلی واضح و آشکار بیان میکند که ان المسلمین و المسلمات، مردان مؤمن و زنان مؤمن. گوساله سامری میگه قرآن که زنها رو اصلا انسان حساب نمیکنه، در حالی که در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه ان المسلمین و المسلمات، مردان مسلمان و زنان مسلمان، والمؤمنین و المؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن، والقانتین و القانتات، مردان قانت و زنان قانت، والصادقین و الصادقات، مردان صادق و زنان صادق، والصابرین و الصابرات، مردان صبور و زنان صبور، والخاشعین و الخاشعات، مردانی که به اصطلاح اهل خشوع و فروتنی هستند و همچنین زنهانی که اهل خشوع و فروتنی هستند، والمتصدقین و المتصدقات، و زنانی که صدقه میدن و مردانی که صدقه میدن، و الصائمین و الصائمات،
مردانی که روزه‌دار هستند و زنانی که روزه‌دار هستند. ببینید در آیه قبلا قرائت کردم خدمتون، الله سبحانه و تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای مؤمنین بر شما روزه فرض شده. یا ایها الذین آمنوا اگر خطاب فقط به مردها می بود، خود دیگه در اینجا و صائمین و صائمات معنی نداشت که مردان روزه‌دار و زنان روزه‌دار. که انه الله سبحانه و تعالی میدونسته که یک نطفه های حرامی در آخر از زمان پیدا میشن که همچین شبهات احمقانه ای رو مطرح میکنن. بعد الله سبحانه و تعالی میاد این آیه رو هم به خاطر ساکت کردن همچین انسانهای جاهل و احمقی بیان میکنن. والحافظین فروجهم والحافظات، و مردانی که به اصطلاح پاک دامن هستند و زنانی که پاک دامن هستند. و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات، و مردانی که ذکرگو هستند و زنانی که ذکرگو. عد الله لهم. ببینید اینجا عد، وقتی که الان خطاب جمع برای مرد و زن شد، خطاب جمع مؤنث میشه. عد الله لهم، نگفت عد الله لهم و لهن، میگه عد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. الله سبحانه و تعالی به این جمع مردان و زنانی که دارای این صفات باشند، برای اینها مغفرت و اجر بزرگی رو در نظر گرفته. این دستور یک زبان است، این گرامر یک زبان است. اما یک انسان احمقی که نمیفهمه دیگه تقصیر ما چی است در اینجا؟ به طور مثال در قرآن کریم ما همچین آیات زیادی داریم که اگر در جایی اگر یک گروهی ذکر بشن، آیا گروه دیگری وجود آنها منتفی میشه از این چیز؟ نه. مثلا ما در سوره احزاب داریم و اذ اخذنا من نبیین میثاقا و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. در اینجا بقیه پیامبران ذکر نشدن. در آیه 163 سوره نساء الله سبحانه و تعالی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعدی و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا. در اینجا تعدادی از پیامبران ذکر شده، تعداد دیگری ذکر نشده. این اصطلاح رو در ادبیات زبان عربی میگن که عطف خاص علی العام، یعنی 2 3 4 5 تا ذکر میشه به شکل خاص، اما چی هست؟ این عطف میشه بر چی؟ بر عام. و الله سبحانه و تعالی، یعنی همه ما مسلمان ها میدانیم که وقتی که الله سبحانه و تعالی میگوید که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، در اینجا خطاب به مرد و زن هست، خطاب به همه. یعنی یک زنی اگر رفت نماز جمعه خواند، در هیچ یک از کتب فقهی مسلمان ها شیعه و سنی در این جایی نگفته که وقتی که یک زنی رفت نماز جمعه خواند با جمع مسلمان ها در مسجد، بعد بیاد تو خونه نماز ظهرش رو هم یک بار دیگه بخونه، چون که این خطاب فقط برای مردها بود. مگر انسان جاهل کسی دیگری این حرف رو نمیزنه. بر صورت ما در قرآن کریم تقریبا میتونیم بگیم 3 نوع خطاب داریم. خطاب اول که هست، این خطاب فقط برای مردان است. بعضی از احکام دین هست، بعضی از احکام شرع است که فقط برای مردان است. مثلا در آیه نمونه ذکر میکنم به خاطر اینکه وقت برنامه گرفته نشه. آیه 221 سوره بقره الله سبحانه و تعالی میفرماد که ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. این خطاب در اینجا مثلا خطاب خاص برای مرداست. ولا تنكحوا المشركات، شما ای مردان مؤمن با زنهای مشرک ازدواج نکنید. بعد در ادامه آیه خطاب خاص برای زنها است. ولا تنكحوا المشرکین، ای زنهای مؤمن شما با مردان مشرک ازدواج نکنید. گاهی اوقات آیاتی است که جزئی از آیت یا کامل یک آیت خطاب به مرد است، گاهی اوقات خطاب به زن است. مثلا آیه‌ای داریم که خاص و ویژه برای کی است؟ برای زن هاست. سوره احزاب آیه 53 و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. این آیه موجه و خاص برای زنها است. یعنی الله سبحانه و تعالی
میگه که وقتی شما از زنها چیزی رو میخواهید از پشت حجاب بخواید. یعنی چی؟ ای زن مسلمان وقتی که با یک مرد نامحرمی که به اصطلاح از خویشان نزدیک تو، از محارم تو نیست، روبرو میشی، باید حجاب داشته باشی، اگر که او از پشت در باید چیزی رو از تو بخواد. یعنی چی؟ یعنی با مردان نامحرم داد و ستد نداشته باشید الا در هنگام ضرورت. و در سوره احزاب آیه 33 خطاب خاص و ویژه برای کی است؟ برای زنها است. و اقمنا الصلاة و اتینا الزکاة و اطعنا الله و رسوله. این خطاب خاص و ویژه برای کی است؟ برای زنها است. خطاب دیگر در قرآن کریم خطاب برای زن و مرد است. مثلا در اونجا یا بنی آدم، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الانسان. مثلا وقتی که میگه که و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اقرضوا الله قرضا حسنا، همه مفسرین، همه علما و همه کسانی که با زبان عربی آشنا باشن میدونن که در اینجا خطاب به جمعی از مردان و زنان است که مخاطب این آیه هستند که احکام جماعی چه برای مرد و چه برای زن در اینجا بیان میشد. یعنی خلاف بلاغت و دستور زبان است که الله سبحانه و تعالی بگه یا ایها الذین آمنو و یا ایتها اللاتی آمن. زشت است. یعنی این به اصطلاح زبان رو یک نوع اون شیواییش رو، اون بیانش رو، اون زیباییش رو چیکار میکنه؟ خراب میکنه. به خاطر همین دستور زبان عربی قبل از قرآن و بعد از قرآن و در قرآن این است که وقتی جمعی از مرد و زن در یک جایی باشن یا ایها الذین آمنو، از مؤمنین این گونه با اونها چیز میشه، برخورد میشه، که این بدون شک به اصطلاح از بلاغت و فصاحت زبان عربی است. و همه عرب ها، حتی مثلا عرب های مسیحی، عرب هایی که یهودیایی که عربی صحبت بکنن، کفاری که بت پرستان باشن، اصلا ملحدین عرب وقتی که بخوان صحبت بکنن همین دستور زبانی رو که قرآن کریم استفاده کرده همین رو استفاده میکنن. مثلا یک ملحد عرب هیچ وقت نمیاد به یک جمعی که در اونجا زن و مرد باشه یک خطاب خاص برای مرد، یک خطاب خاص برای زنها، یک خطاب خاص برای مردان. نه، همین یا ایها الذین جاءوا یا ایها الذین فعلوا کذا، این رو به اصطلاح یک ملحد عرب هم همینطور خطاب میکنه، چون این دستور زبان عربی است، ربطی به اسلام و ربطی به قرآن نداره. مفسرین قرآن کریم مثلا شیخ محمد امین شنقیطی در تفسیر اضواء البیان جلد 6 صفحه 637 میگه که وقد اجمع اهل لسان العربی، اجماع به اصطلاح متخصصین زبان عربی بر این است که على تقلیب الذکور على الاناث فی الجموع و نحوها کما هو معلوم فی محله. وقتی که جمعی از مردان و زنان مخاطب باشند در اینجا صیغه چی است؟ تقلیب ذکور. یعنی چی؟ صیغه جمع مذکر استفاده میشه. و یکی از علمای مثلا میشه گفت پایه‌گذار علم نحو و یکی از کسانی که اولین کتاب در دستور زبان عربی رو تدوین کرد بر اساس آنچه که در بین عرب مشهور بود، به نام سیبوی رحمت الله علیه، که اصلش هم فارسی است. این هم خیلی جالب است، اصلش فارسی است، از ایران امروز هست. کتابی داره به نام الکتاب، کتابی داره به نام الکتاب که دستور زبان عربی رو در اینجا تدوین کرده. در جلد 1 صفحه 22 میگه که وعلم، بدان که ان المذکر اخف علیهم من المؤنث، در نزد اعراب قبل از اسلام و بعد از اسلام و در اسلام صیغه جمع مذکر استفاده کردن خفیفتر است، آسانتر است بر آنها از مؤنث. و هو اشد تمکنا، و این تمکین بیشتر دارد. و انما یخرج التأنیث من التذکیر الا ترى ان الشیء یقع على كل ما اخبر عنه من قبل
من قبل ان یعلم اذکر هو او انثى و شی ذکر. مثلا میگه شی به هر چیزی که قبل از این که جنسیتش ماهیتش که مذکر است یا مؤنث است معلوم بشه به اون میگن شی. شی خودش، این کلمه شی خودش چی است؟ مذکر است. همین مطلب رو هم از خود کتاب سیبوی خدمت شما عزیزان نشون بدم. این کتاب، نام کتابم الکتاب است دوستان، اگر نشون بدن الکتاب، متوفای سال 180 هجری است. همین مطلبی رو که خدمت شما عزیزان بیان کردم فکر کنم اینجا در صفحه 22 دیده بودم. بله در اینجا واعلم ان المذکر اخف علیهم من المؤنث. این عادت عرب هست و چون قرآن کریم به زبان عربی نازل شده این گونه الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. تشکر میکنم دوستان عزیز. بر صورت این در مورد این شبهه‌ای بود که این آقا مطرح میکنه که در قرآن کریم این قرآن خطاب فقط برای مردها است، چون یا ایها الذین آمنو گفته خطاب به مذکر جمع است و اینجا زنها داخل نمیشن که این برگرفته شده از حماقت، جهالت و نادانی یک ملحد خدا ناباور است که الله سبحانه و تعالی هدایتشون بکنه. خب البته اصل شبهه این نبود، اصل شبهه چیز دیگری بود، اما اومد قبل از اینکه اصل شبهه رو مطرح بکنه یک شبهه دیگری رو مطرح کرد که به این شکل جواب دادیم. حالا میریم سر اصل شبهه که چی است. یا ای مردانی که ایمان آورده اید چون خواهید که با پیامبر گفتگو کنید پیش از آن مقدار پولی را برای محمد بدهید. این آقا رشوت خور بوده، وقتی که میخواستن امروز صحبت کنن باید برش پول بیارن با امروز صحبت کنن. امروز شما وقتی کودکتان مشکلی می داشته باشه یا خودتان نزد فردی که روانشناس است مراجعه میکنین، خوب روانشناس است برای شما راهی حل نشون میده، میگه مقدار پولی را باید تعیین کنین به خاطر این کانورسیشنی که ما برای شما داریم. یا مثلا میخواین نزد دکتر برید، قبل از دکتر با فردی که شما را تعیین میکنه در کدام کابینت یا در کدام شعبه دکتر برین، برات یک مقدار پولی از شما میگیرد، یعنی مشکلتان را حل میکنه. محمد هم این کار را میکرده با کسایی که امروز میامدن مشوره میکرد، در حالی که در قرآن گفته ما به خاطر ابراز رسالتم، به خاطر ابلاغ رسالتم هیچ کدام چیزی از شما نمیخوایم، دروغگو. در این کتاب گفته که ما به خاطر ای که رسالت خودم ابلاغ کنم چیزی نمیخوایم، اما در این آیت اومده گفته برای ما پول بدین چون من با خدا در ارتباط هستم، این پول را از شما میگیرم و جوابتون را از طرف خدا میدم. چقدر فرد خودش شیاد بوده و هر کاری که میکرده یا پول میگرفته یا زن میگرفته یا شطور میگرفته یا چیزی خلاصه منفعت خودش را میدانسته. آیه 12 سوره مجادله پول خوری کرده از مردم. اگر میخواین با ما صحبت کنین برای ما پول بدین. مثلا ما با دوستان ما بگویم اگر میخواین که از ما سوالاتی در اینجا ابراز کنین بالا بیاین، اول در اکانت ما پول بفرستین، بعد ما با سوالاتتان پاسخ میدم در پیرامون اسلام و موضوعات. چقدر کار بدی است، کار خوبی نیست. حداقلش اگر این سوالات برای شما مفید باشه خب بازم درست است. ما زحمتی میکشم، در برابر این زحمت از شما پول میخوایم. این آنقدر یعنی ظالمانه نیست، چون این قانون است دیگه، امروز هر کس کاری میکنه. اما محمد که هیچ کاری نمیکرده، هیچ سوادی نداشته، یک انسانی بوده که نمیدانسته خلاصه خورشید چی از ماه چی از فلان چی از بهمان چی از مردم پول میگرفتن. یا پول بدیم و بر پاسخ میدم. مثلا آمدن ازش پرسیدن که نظرت در مورد روح چی است؟ گفت بگذارین مرا دو روز وقت بدین که با خدایم صحبت کنم. خب وارد یک شبهه دیگری میشه. الان این شبهه رو من همینطوری یعنی که برنامه این رو دوستان میبینن و در اینجا لازم است تشکر بکنم از عزیزی که این کلیپ ها رو تقدیم میکنن و میفرستن، الله سبحانه و تعالی جزای خیر بده. شما ببینید که سطح سواد و حماقت یک ملحد تا چه اندازه ای است. بیخبریش از قرآن، بیخبریش از زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم تا چه اندازه است و بی‌ادبی و بی‌تربیگی این نطفه های حرام را شما ببینید.
من یک دوستان اعتراض کرده بود که شما چرا این کلمات رو استفاده میکنین؟ چون ایشون اصطلاحاتی مانند نمک گندیده و نمیدونم چیزا رو استفاده میکنه در مقابل کسی که بی ادب هست و بی تربیت هست، با همون زبانی که خودش میفهمه باید باش صحبت کرد. یعنی اگر این انسان نطفه حرام نمی بود، بی ادب و بی تربیت نمیشد و در مقابل این انسان باید با همون زبان و لهجه‌ای که خودش میفهمه باید اونطوری صحبت کرد. یعنی تو یک شبهه رو مطرح میکنی، بیا مطرح بکن، سوال مطرح بکن. من این آیه از قرآن را خواندم و برای من این شبهه ایجاد شده است. نمیدونم رشوت خور بوده و اول پول میگرفته و بعد از اون جواب میداده و اول دروغ میگفته و در جای میگفته که من پول اجر نمیخوام از شما، و در جای دیگری از مردم میگفته که اگر میخواید با من صحبت بکنید باید به من پول بدهید. خب اینم یک شبهه است، اما یک انسان بی ادب و بی تربیت به این شکل بی ادبانه مطرح میکنه که ما هم با همون به اصطلاح روشی که ایشون میفهمه بهش پاسخ میدیم. این آیاتی که ایشون ذکر میکنه در سوره مجادله است، آیه 12 و آیه 13. آیه 13 ارتباط مستقیم داره به این آیه. این انسان خبیث و دروغگو یک آیه رو میخوانه، آیه بعدیش رو نمیخوانه. دقیقاً همین کاری رو که به اصطلاح آخوندهای شیعه میکردن. یا الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم صفات یهود رو بیان میکنه که افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون، جزئی از کتاب ایمان میآورید و جزئی از کتاب رو قبول نمیکنید. این انسان چیکار میکنه؟ اولا میاد دروغ میگه و من یعنی کسی که شخصیت نداشته باشه، ادب نداشته باشه، اخلاق نداشته باشه و جدای از دین، یعنی شما برو اصلا مسلمان نباش، کافر باش، هر چیزی که دوست داری باش. کاوش ابن میمون ابن شادی، خب اینم که گفته بودم ناراحت شده بودن که نگاه کنید شما میید به ما میگید که فرزند شادی، شما خودتون با افتخار دارید میگید که اصلتون اجدادتون میمون بوده. یعنی که توهین نیست، شما باید افتخار بکنید، باید ناراحت نشید. ما داریم شما رو به اصلتون برمیگردونیم که فرزند میمون هستید. فرزند میمون نمی بودید اینطوری بیادب و بی‌تربیت به بار نمی آمدید. خب میریم سر این شبهه و این رو هم انشالله به یاری الله سبحانه و تعالی جواب خواهیم داد. الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلك خیر لكم و اطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم. این آیه رو دوستان عزیز اینجا نشون بدن. ای کسانی که ایمان آورده اید، انگامی که میخواهید با رسول الله نجوا کنید، پس پیش از نجوایتان صدقه‌ای در راه الله بدهید. این کار برای شما بهتر و پاکیزه تر است. پس اگر نیابید، بیگمان الله آمرزنده مهربان است. خب دوستان تشکر میکنم. الان میریم که ببینیم که این انسان خبیث و دروغگو چطور میاد در اینجا تلبیس میکنه، خیانت میکنه، دروغ میگه. به خاطر چی؟ به خاطر فریب دادن مردم. اولا ما در قرآن کریم، من اینجا خدمت شما عزیزان این آیه رو در اینجا بیارم که خدمت شما بیان بکنم که اصلا صدقه چه از نوع زکات باشه چه از نوع صدقات باشه، این برای چه کسانی است؟ آیا صدقه رو باید به رسول الله صلی الله علیه و سلم میدادن؟ یعنی وقتی که طبق این آیه که شما وقتی میخواید با پیامبر نجوا بکنید صدقه بدید، یعنی بیارید یک مقدار پولی به پیامبر بدید؟ باریکی در اینجاست. ما در آیه 60 سوره توبه دوستان عزیز اینجا این صفحه رو نشون بدن. الله سبحانه و تعالی در اینجا کسانی رو که باید به اونها صدقات داده بشه، چه زکات باشه چه صدقه عادی باشه، با آنها داده بشه کیا هستن؟ انما الصدقات للفقراء، صدقه به انسانهای فقیر داده میشه. والمساکین، و انسانهای مسکین. فقیر و مسکین فرقش این است که بعضیا میگن که فقیر کسی است که نان
به اصطلاح شب و روز خودش رو داره، اما یعنی زندگی فقیرانه ای داره، زندگی تنگ دستی داره. و مسکین کسی است که حتی نان شب و روز خودم نداره. به خاطر همین در اینجا یکی فقرا ذکر شده، یکی مساکین ذکر شده. والعاملین علیها، و کسانی که کار میکنن در این سیستم. مثلا شما در وزارتی که در وزارت مثلا شما فکر بکنید وزارت مالیه که از مردم مالیات میگیره، از همین مالیاتی که از مردم گرفته میشه حقوق کسانی که در این وزارت کار میکنن پرداخته میشه. پس کسانی که مسئول توزیع صدقات در بین فقرا و مساکین هستن حقوقشون را از کجا میگیرن؟ از همین صدقات میگیرن. والمؤلفه قلوبهم، و کسانی که مسلمان نیستن اما به خاطری که قلبشون به اسلام نزدیک بشه، به مسلمان ها نزدیک بشه، الله سبحانه و تعالی فقرا و مساکین اونها رو هم جزئی از کیا قرار داده؟ کسانی که میشه به اونها زکات و صدقات رو داد. و فی الرقاب، و کسانی که مثلا طرف زندان هست، حکم اعدامش هست، خونبهای گردنش هست، از این پول صدقات و زکات میشه به این انسان ها داد که اونها رو نجات بدیم. والغارمین، کسانی که قرضدار هستند، طرف بدهکار است، قرضدار است، از پول صدقات و زکات میشه که قرض اونها رو پرداخت. و فی سبیل الله، و در راه الله سبحانه و تعالی کسانی که جهاد میکنن، مصارف جهاد، مجاهدین، یا امروز بگیم مثلا مصارف دفاع از یک کشور اسلامی، از این پول پرداخته میشه. و ابن السبیل، و کسی که شاید ثروتمند باشه، شاید پولدار باشه، اما اومده در یک شهری مال و داراییشو گم کرده، در راه مانده. و ابن السبیل یعنی کسی که در راه مانده است، شاید هم پولدار باشه، ثروتمند باشه، اما الان هیچی نداره. پول صدقات و زکات به اونها اختصاص میگیره. فریضة من الله، فرضی است از جانب الله سبحانه و تعالی. والله علیم حکیم، و الله سبحانه و تعالی علیم و حکیم است. این به اصطلاح مواردی هست که در اونجا صدقات و زکات در اونجا مصرف میشه. در کجای این اومده که صدقات یا زکات باید به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به شخص رسول الله به خاطر مصرف شخصی خودش داده بشه؟ این خباثتی است که این ملحدین دروغگو این رو بیان میکنن. خب در آیه 215 سوره بقره الله سبحانه و تعالی میفرماید قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. شما اگر میخواید کمکی بکنید، کار خیری بکنید، باید به کیا داده بشه؟ به پدر و مادر، به اقربین، به خویشانتان، به نزدیکانتان. یعنی هدف این آیه چی بود؟ که شما اگر میخواهید بیاید با پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبتی بکنید، سوالی بکنید، چیزی ازش بخواهید، قبل از اون یک صدقه‌ای بدید. این صدقه رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم نه به یک فقیری، به یک مسکینی، به یک محتاجی بدید. تا امروز هم ببینید در بین مسلمان ما عادتی داریم وقتی که میخوایم که دعایی بکنیم، وقتی میخوایم که یک چیزی رو از الله سبحانه و تعالی بخوایم، میریم یک صدقه میدیم، یک دست یک انسان مستمندی رو میدیم. این یک تضامن اجتماعی است، این یک همبستگی اجتماعی است، در ایجاد نهادینه کردن همبستگی اجتماعی در یک جامعه است که انسان‌های کوردلی مثل این ملحد این رو نمیدونن. اما نکته جالب اینجاست دوستان عزیز، ادامه این آیه رو شما دوستان عزیز در اینجا توجه بکنید. عزیزان اگر این صفحه رو نشون بدن، آیه اولی که این خبیث دروغگو بیان کرد آیه 12 بود. آیه 13 چی میگه؟ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. آیا از فقر میترسید، از این که مثلا بی پول شوید، کم پول شوید، که پیش از این که نجوا بکنید، گفتگو بکنید با پیامبر صلی الله علیه و سلم، برید مثلا صدقه بدید، به یک فقیر، به یک مسکینی کمک بکنید؟ فاذ لم تفعلوا، پس چون چنین نکردید، و تاب الله علیکم، و الله سبحانه و تعالی از شما درگذشت. یعنی این قانونی رو که الله سبحانه و تعالی گذاشته بود، به خاطر وقتی دید که مردم یک طوری، یعنی بعد از اینکه این آیه نازل شد، مردم دیگه فقیر بودن، مستمند بودن، نداشتن، اومدن گفتن حالا ما پولی نداریم که به فقرا و مستمندان بدیم، پس نمیریم با پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت نمی کنیم. الله متعال اومد با آیه 13 آیه 12 حکمش رو نسخ کرد.
که این خبیث دروغگو این رو بیان نمیکنه. با آیه 12 حکم آیه 13 نسخ شد. قرائت آیه باقی است اما حکمش نسخ شد. پس و تاب الله علیکم، الله سبحانه و تعالی شما درگذشت، خلاص این حکم باطل شد، منسوخ شد. پس چیکار کنید؟ فاقیموا الصلاة، نماز رو برپا دارید، و آتوا الزکات، اون زکاتی که برگردنتان است بدهید، و اطیعوا الله و رسوله، از الله و رسولش اطاعت کنید، والله خبیر بما تعملون، و الله آگاه است با آنچه که شما انجام میدید. همه مفسرین جهان اسلام اتفاق نظر دارن بر این که آیه 13 نسخ کننده حکم آیه 12 است. جالب اینجاست بدانید که من از خود تفاسیر خدمت شما عزیزان بیان بکنم که ابن کثیر رحمت الله علیه میگه که الله سبحانه و تعالی امر میکنه بندگانش رو که اگر میخواید با پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتگویی بکنید، نجوایی بکنید، شما چیکار کنید؟ برید یک صدقه بدید که این برای شما، برای پاکیزگی شما، برای اینکه شما اهل این مقام بگردید که در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر بشید. در ادامه آیه میگه که ذالک خیر لکم و اطهر، این برای شما بهتر است و برای تزکیه و پاکیزگی شماست. بعد از اون میگه که فإن لم تجدوا، اگرم که نیافتید، اجباری نبود، اگرم که نیافتید، فإن الله غفور رحیم، الله سبحانه و تعالی غفور و رحیم است. بعد از اون میگه آیه اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، آیه 13 رو ذکر میکنه. بعد از اون میگه که این حکم دادن صدقه که طبق آیه 12 اونم صدقه به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به فقرا مستمندان، آیه 13 میاد چیکار میکنه؟ این رو نسخ میکنه. ابن کثیر رحمت الله میگه فنسخ وجوب ذلك عنهم وقد قیل انه لم يعمل بهذه الايه قبل نسخها سوى علی بن ابی طالب. میگه که هیچ کس از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که هیچ کدام از مؤمنین در اون زمان به این آیه عمل نکردن غیر از حضرت علی. میگن این نسخش تقریبا 10 روز طول کشید. 10 روز بعد این آیه نسخ شد. مجاهد میگه در تفسیرش و نهوا عن مناجات رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی یتصدقوا، اول صدقه بدید بعد از اون با رسول الله صلی الله علیه و سلم مناجات بکنید. فلم یناجیه الا علی ابن ابی طالب، هیچ کس با پیامبر مناجات نکرد یا اون نجوا نکرد غیر از علی ابن ابی طالب. قدم دینارا صدقه، 1 دیناری رو رفت صدقه داد به یک مسکین. ثم ناجى رسول الله صلی الله علیه و سلم فسأل عن 10 خصال، از 10 چیز از پیامبر سوال کرد. ثم انزلت الرخصه، بعد از اون آیه 13 نازل شد که نسخ کننده، از بین برنده یا باطل کننده آیه قبلی بود. میگه که در ادامه میگه که فنسخت ولم یعمل بها احدا، از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این روایت رو میاره که ایشون میفرماید که ناجیت رسول الله تصدقت بدرهم، با پیامبر صلی الله علیه و سلم نجوا کردم، 1 دینار صدقه دادم. فنسخت، بعد این آیه نسخ شد. ولم یعمل بها احدا قبلی ولا یعمل بها احدا بعدی، هیچ کس قبل از من و بعد از من به این آیه عمل نکرد. بعد از اون این آیه یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، این آیه رو خواند. در کتاب اسباب النزول واحدی در صفحه 351 و این حدیثی هم که از حضرت علی علیه السلام روایت شده حدیث صحیح است. در مستدرک حاکم و ذهبی هم این حدیث رو صحیح میدونه. ابن عباس هم همین مطلب رو در تفسیرش ذکر میکنه که آیه 12 حکمی بود که باید صدقه میدادن و آیه 13 نسخ کننده حکم آیه 12 بود. خب الان یک خباثت و به اصطلاح حماقت و جهالت و عداوت و کینه‌ای که در دلهای کثیف این ملحدین وجود دارد رو و در اینجا دیدیم که با چه کلمات زشتی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو خطاب میکنه. اما یک کمی اگر شما از دین اطلاع داشته باشید میدانید که زکات و صدقات، یعنی انواع صدقه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم حرام است.
یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای خرج زندگی خودشون و اهل بیت، حتی اهل بیت رسول الله تا امروز از زکات و صدقات مردم حق ندارن که بگیرن. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق گفتار این انسان کثیف، این نطفه حرام، انسان رشوتخور می بود، یعنی میگه رشوتخور و نمیدونم پولخور و فلان این می بود، خب این سلسله رو ادامه میداد. آیا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم جانشون رو در راه پیامبر فدا نکردن؟ آیا از اموالشان دریغ میکردن؟ آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای خودش قصری ساخت، طلا و جواهراتی برای خودش و همسرانش داشت؟ در احادیث مختلفی ما داریم که از فاطمه رضی الله تعالی عنها، از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها و از دیگر همسران رسول الله، از دیگر صحابه، میگه 2 روز 3 روز میگذشت و آتشی در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای پختن غذا روشن نمیشد. کسی که اگر میخواست میتونست کوههایی از طلا و جواهرات رو برای خودش جمع بکنه. بعد میگه این انسان رشوتخور بود و پولخور بود و به خاطر اینکه با من صحبت بکنید باید پول بدید. در حالی که همین صدقات و زکات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر اهل بیتشون تا امروز حرام است. حدیث صحیح داریم در مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که این الصدقه لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد انما هي اوساخ الناس. این صدقه بر محمد و آل محمد جایز نیست که استفاده بکنن. این به اصطلاح چرک مال مردم است. امام شوکانی میگه که و انما سمیت اوساخا لانها تطهره لاموال الناس و نفوسهم. به خاطر این چرک گفته شده، اوساخ گفته شده، به خاطر اینکه مالهای مردم رو این صدقات و زکات پاک میکنه. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان پول دوستی می بود، انسان دنیا دوستی می بود، یا به قول این کثیف انسان رشوتخور و پولخوری می بود، خب صدقه رو بر خودش و به اهل بیتش حرام نمی کرد. میگه بیارید که بخوریم. اما وقتی انسان کثیف باشه، نطفه حرام باشه، جاهل باشه، احمق باشه، بیشتر از این نمیشه ازش توقع داشت. در بخاری و مسلم حدیث دیگری است که ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که اخذ الحسن ابن علی تمره من تمر الصدقه. یک روز حسن کودکی بود، حسن و حسین کودک بودند در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. اموال به اصطلاح صدقات جمع شده بود که برای فقرا و مساکین توزیع بود. حسن دوید یک دانه خرمایی رو از اونجا گرفت. اخذ الحسن ابن علی تمره من تمر الصدقه فجعلها فی یک خرمایی را از خرمای صدقه گرفت و در دهانش انداخت. رسول الله صلی الله قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کخ کخ. رسول الله صلی الله علیه و سلم دستش رو گرفتن و از دهنش در آوردن این رو، گفتن کخ کخ ارمی بها اما علمت ان لا ناکل الصدقه. بنداز این را، آیا نمیدانی که ما، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، به اهل بیتش از صدقه نمیخوریم؟ چطور میتونه یک انسان پولخور باشه، رشوتخور باشه و کوههایی از صدقات، از زکات از سراسر سرزمین اسلامی جمع میشد و پیامبر و اهل بیتش صلوات الله و سلام علیهم اجمعین دست به اون نمی زدن؟ علما میگن چرا این صدقات و زکات حرام شد؟ به خاطر شرف مقام نبوت، به خاطر اون مکانت و عظمت مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله متعال نخواست که با این اموال دنیوی شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آلوده بشه. و اون چیزی رو هم که ذکر میکنه این یک واقعیت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سوره شورا آیه 23 و در سوره صاد آیه 86 میفرمایند که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. من از شما هیچ اجر و پاداشی نمیخوام مگر مودت و محبت در خیشان و نزدیکان. و در سوره صاد آیه 86 میفرمایند قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. من هیچ اجر و پاداشی در مقابل این دعوتم از شما
نمیخوام. و همچنین این باب طعنی رو که این خبیث نطفه ارام کثیف جاهل امروز با این الفاظ زشت بیان میکنه، از اون زمان الله سبحانه و تعالی با حرام قرار دادن استفاده از صدقات و زکات برای رسول الله صلی الله علیه و سلم به اهل بیتشون بس که نگن که والله محمد صلی الله علیه و سلم به خاطر این از مردم زکات میگیره، صدقات میگیره که خودش و اهل بیتش بخوره. به خاطر همین 1 درهم و دینارش رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خودشان و برای اهل بیتشون استفاده نکردن و همه اینها برای همون به اصطلاح 8 موردی که ذکر شده در آیه، فقرا و مساکین و ابن السبیل و فرقاب و غارمین و کسانی که اهل نیاز و محتاج هستن، برای اونها استفاده میشه. این از این مطلب که خدمت شما عزیزان بیان کردم. یک شبهه دیگری هم بود، اما فکر میکنم که بهتر از تماسهای شما عزیزان رو بگیریم. 1 ساعت برنامه کلا در مورد این 2 شبهه گذشت. از همین لحظه بعد شماره تلفن برنامه را عزیزان زیرنویس کردن. از طریق واتساپ میتونید تماس بگیرید دوستان عزیز. امشب ما تماس مستقیممون مشکل داره، مثل اینکه تلفن های شبکه، اما از طریق واتساپ دوستان عزیز میتوانند به همین شماره‌ای که زیرنویس شده تماس بگیرن و در برنامه شرکت بکنن. و همچنین این را هم یادآوری بکنم که برای برقراری تماس اول شماره شبکه رو حفظ بکنید در واتساپتون، بعد از اون خیلی راحت میتونید زنگ بزنید و در برنامه شرکت بکنید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستان یک سوال داشتم. همین سوال یک هفته‌است که در ذهن من. اگر در رابطه با موضوع برنامه هست بفرمایید، اگر در رابطه با موضوع برنامه نیست روز جمعه انشالله در خدمت شما خواهم بود. در برنامه از شما نام زلیخا را گرفتم. من در اینستاگرام افغانی بود و فکرم در ویدیویی کوتاه بود و گفت که در که زلیخا دست الله من هم همین حرفا رو بگیرم و من حالا که ذهن من نمیرود و گفت که زلیخا آمده که وای زنی زیناکار بوده است، آن بگه پوتیفار انسان نیست، هرچی نه گفته ایستادن. میخوام که در همین موضوع کوتاه و من فهمونم که والله بیرد چخل که زن باش در این مورد صحبت میکنم. در این مورد صحبت میکنم. تشکر از شما. تشکر از شما. زنده باش. ببینید در مورد زلیخا و عزیز مصر، ما آنچه که در قرآن کریم در مورد این داستان بیان شده است ما اون را ایمان داریم و قبول داریم. این که زلیخا اخلاقش چطور بود، چطور نبود، بعداً مسلمان شد، نشد، اینا همه اسرائیلیاتی است که خواستن کسانی که سریال یوسف رو دیدن، این سریال مملو از داستان‌ها و حکایت‌های تورات و انجیل تحریف شده است. اولا این سریال رو نبینید، چون این سریال بنابر اعتقادات شیعه درست شده و حتی اگر خوب دقت بکنید یکی از اسباب گم شدن یوسف علیه السلام از نزد پدرش یعقوب این بیان میشه که ایشون به امامت اعتقاد نداشت و همچنین این همه مشکلات و سختی هایی که یوسف دچارش میشه یکی از اسباب و عللش این است که به امامت اعتقاد نداشت. کل این سریال رو بر اساس همون اعتقاد امامت شیعه ساخته شدن. دیدن این سریال برای اهل سنت و جماعت جایز نیست. چرا؟ چون این سریال مملو از خرافات و خزعبلات و دروغ‌های اسرائیلیات که میگیم داستان‌هایی که در کتب بنی اسرائیل آمده است، در کتب یهود آمده است. بر اساس داستان‌های خرافی که در کتب یهود است این سریال ساخته شده. ما آنچه که بهش اعتقاد داریم همان مسائلی است که در قرآن کریم و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده. این که زلیخا چی کاره بود چی کاره نبود چون در قرآن و سنت ذکر نشده، ما در موردش سکوت میکنیم و هیچ حرفی نمیزنیم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب استاد، وقت شما بخیر، خسته نباشید. سلامت باشید، زنده باشید، بفرمایید. جناب استاد ببخشید من درست مواجه نشدم که موضوع برنامه متوجه نشدم که چی بود، اما با یک شیعه من در حال حاضر در بحث بودم و در موردی که میگفت یکی آیت ثقلین، یکی این که ما تربت امام حسین اینو شفا میده، یکی که اهل بیت میگه زنان پیامبر نیستن فقط مردان هستن. همین موضوع یک 5 دقیقه یک ویدیو بسازید من یک ریکورد کنم به خود میادم بفرستم که ما در چه حالت میگه اگر کالای یوسف شفا دهنده بود خب تربت امام حسین هم میتونه شفا دهنده باشه، اگر دوا شفا دهنده است خب او هم میتونه شفا دهنده باشه. ما میریم به قبر. همین موضوع اگر روشن کنید جناب استاد بزرگوار، من یک ریکورد میکنم از حضورتون مرخص میشم. اولا ما آیه ثقلین نداریم، حدیث ثقلین داریم. آیه به نام آیه ثقلین نیست در قرآن کریم. ثانیاً این موضوعاتی که شما بیان کردین هر کدامش یک برنامه جداگانه میطلبه. والله بدون شک همین هست. و در این مورد صحبت شده شما اگر در آرشیف یوتیوب شبکه رو بگردید در این مورد صحبت شده، برنامه متعددی داشتیم اما به شکل مختصر در موردش صحبت خواهم کرد انشاءالله. شما اولین سوالتون این بود که ثقلین، در مورد ثقلین، بعد از اون تربت امام حسین. بله اگر لباس یوسف شفا دهنده بود هم شفا دهنده است. و اینکه اهل بیت پیامبر کی هستن میاره کوتاه برام بیان کنن. اهل بیت پیامبر کیا هستن؟ خب و شب جمعه منتظر باشین انشالله ما هستم، من بازم زنگ میزنم جناب استاد. زنده باشید، سلامت باشید. الله متعال خدا نگهدار. سلام و رحمت الله و برکاته. حدیث ثقلین، من این رو خدمت شما بیارم. به این زیاد استناد میکنن که من حدیث ثقلین میارم خدمت شما عزیزان. حدیث ثقلین 2 حدیث است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یک حدیثی است که میفرمایند که ترکت فیکم الثقلین، 2 به اصطلاح چیز سنگین رو، قیمتی رو، گرانبها رو در بین شما قرار دادم. ما این تمسکتم بهما، که اگر شما به این 2 تمسک بجویید لن تزلوا، شما گمراه نمیشوید. کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، کتاب الله سبحانه و تعالی و اطرت من که اهل بیت من هست. این حدیث که شیعیان خیلی به این حدیث استدلال میکنن و میگن که چی است؟ اینجا الله سبحانه و تعالی متابعت از اهل بیت رو به ما رسول الله صلی الله علیه و سلم سفارش کردن. من یک جوابی دارم، گرچه این حدیث، ما حدیث دیگه داریم که کتاب الله و سنتی است که در مورد اونم مفصل صحبت خواهم کرد، اما لفظ کتاب الله و اطرتی بالفرض این حدیث صحیح باشد، این حدیث رو ما قبول بکنیم، به یک شیعه میگیم که اوکی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که کتاب الله و اطرتی، پس ثقل اکبر کتاب الله هست، ثقل اصغر اهل بیت است. شما با ثقل اکبر چی کار کردید؟ یک عالم شیعه بیارید که گفته باشه که قرآن کریم تحریف نشده و هر کی قائل به تحریف قرآن باشه کافر است. شما ثقل اکبر رو زدید درب و داغون کردید، هیچ چیزی نماندید از ثقل اکبر. میگه قرآن 3 برابر بود. ان قرآن الذي نزل به جبريل الى محمد صلی الله علیه وسلم كان 17000 آیه، 17000 آیه بود، در حالی که قرآن ما 6000 خورده آیه است. پس یک قرآن 3 جلد بوده، یک جلدش مونده، 2 جلد دیگرش رفته. شما از همین شروع حدیث که ثقل اکبر قرآن رو زدید درب و داغون کردید. پس شما حق ندارید که به این حدیث استدلال بکنید و حدیث ثقلین بگید برای ما، چون شما اول ثابت بکنید که شما پیرو ثقل اکبر که قرآن است هستید، بعد از اون میایم سر ثقل اصغر که اهل بیت است. وانگهی شما بیایید کتب صحیح اهل سنت، کتب 6 اهل سنت رو ببینید،
و کتب اربعه شیعه رو ببینید، تعداد احادیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به اهل بیت رسول الله در کتب اهل سنت به مراتب بیشتر از کتب شیعه است. حتی در کتب اربعهشون یک حدیث از فاطمه ندارن رضی الله تعالی عنها. و تعداد روایاتی که ما از سیدنا علی و امام باقر و امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین و امام جعفر صادق اینا داریم به مراتب بیشتر از احادیثی است که اونها از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردن. پس اگر این حدیث رو کتاب الله و اطرتیش هم قبول بکنیم، با وجود مشکلاتی که داره، ضعفی که در این حدیث وجود داره، ما هستیم که پیرو ثقل اکبر قرآن کریم و ثقل اصغر که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. حدیث دیگری که حدیث صحیح هست، بعد از اون رو چی میگن؟ میگن این حدیث ثقلین در بخاری و مسلم آمده است، در حالی که دروغ میگن. اون حدیثی که در خدمت شما بیان کردم که میگه که ترکت فیکم ثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا کتاب الله و اطرتی، این حدیثی است که در به اصطلاح بخاری و مسلم نیست. در بخاری و مسلم چی است؟ این حدیث رو خدمت شما از بخاری و مسلم بیان بکنم. انا تارک فیکم ثقلین، ای مسلمان ها من برای شما ثقلین رو گذاشتم. اولهما کتاب الله، اولش کتاب الله هست. فیه هدى و نور، در این کتاب الله هدایت است و نور است. فخذوا بکتاب الله، بگیرید کتاب الله را. واستمسکوا به، پیروی کنید، احکامش را اجرا بکنید. فحث علی کتاب الله و رغب فیه، پیامبر صلی الله علیه وسلم تشویق کردن، امر کردن به چی؟ تمسک به کتاب الله و اخذ کتاب الله و عمل کردن به اوامر کتاب الله و دوری کردن از نواهی کتاب الله. ثم قال و اهل بیتی، و اهل بیت من، اذکرکم الله فی اهل بیتی، شما را تذکر میدهم به الله سبحانه و تعالی، شما را یادآور میشم به الله سبحانه و تعالی که اهل بیت من را در نظر بگیرید. 3 بار تکرار کردن، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. در کجای اینجا هست که شما از اهل بیت پیروی بکنید؟ فقط در مورد خوشرفتاری با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان ها را تذکر دادند. تمسک به چی است؟ تمسک به کتاب الله است. تمسک به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث بخاری و مسلم نیست. اصلا صیغه این حدیث فرق میکنه. اما شیعه به خاطر تلبیس و خیانت چیکار میکنن؟ حدیث ضعیف را از جای دیگری میارن، بعد میگن همچنان این حدیث در بخاری و مسلم هم ذکر شده، در حالی که در بخاری و مسلم قضیه تمسک به قرآن کریم ذکر شده و یادآوری در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قضیه دیگری رو بیان کردن که تربت امام حسین شفا، اگر پیرهن یوسف علیه السلام شفا هست، تربت امام حسین چرا شفا نیست؟ این سال خیلی سال احمقانه است کسی که این سوال رو مطرح بکنه. شفا دادن چشم یعقوب علیه السلام توسط پیراهن یوسف علیه السلام معجزه است، معجزه پیامبر است. مگر یوسف علیه السلام پیامبر نبود؟ این معجزه پیامبر است، مانند شق القمر، مانند آبجاری شدن از انگشتان رسول الله صلی الله علیه و سلم، مانند معراج. معجزات، فرق بین معجزه و شفا، این رو هر انسانی که کمی آگاهی از دین داشته باشه میفهمه. خوب شدن چشم، بینا شدن چشم یعقوب علیه السلام معجزه نبی الله یوسف علیه السلام بود. این معجزه است که الله سبحانه و تعالی به پیامبرانش عطا میکنه. اما در کجا؟ خب بالفرض همین دلیل لایتچسبه که اینها رو هم قبول بکنیم. ما برای شفا یافتن چشم یعقوب علیه السلام آیتی از قرآن داریم که توسط پیرهن یوسف علیه السلام شفا یافت.
برای شفا دادن خاک قبر امام حسین چه دلیلی دارید از قرآن و سنت؟ ثانیاً مگر مرتبه علی از حسین بالاتر نیست؟ پس چرا قبر علی خاک شفا بخش نیست؟ چرا مگر مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم از حسن و حسین و علی بالاتر هست یا نیست؟ پس چرا قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم خاک شفا بخش نیست؟ چرا خاک قبر امام حسین شفا بخش است؟ سوالات منطقی که باید جواب بدن. اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم در آیه‌ای که در اونجا انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، برید همین آیه رو در سوره احزاب آیات ما قبلش رو بخونید. خطاب به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم است و هر جایی که در قرآن کریم اهل بیت ذکر شده، اهل بیت همسران شخص و فرزندان شخص است، غیر از شیعیان که میگن که اهل بیت کیا هستن؟ پسرعمو و پسردایی و پسرعمه هستن و همسران پیامبر جز اهل بیت نیستن. اهل بیت پیامبر در قدم اول همسرانش هستن، دخترانش هستن، فرزندانش هستن، بعد از اون آل ابی طالب، آل عباس، آل عقیل، اینا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن. آقای شاداب بفرمایید. سلام استاد عزیز، خدمت شما و خدمت بیننده‌های محترم پروگرام شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما تشکر استاد عزیز که با زنگ ما شما جواب داده. استاد عزیز، ما از شما سوال ندارم. ما یک هفته پیش، یک هفته کمتر کتمی کاوششان در برنامهشان رفتم و باز اونا ما سوال چیز نداشتم. می پیام شما را ما به کاوش رساندم، چون در برنامه آن رسکه و یک هفته پیش شما برازی گفتین که بیاید برنامه مناظره کنه، دعوت به مناظره کردین. باز ما برداشت ما رفتم، موفق شدم که برای اینا پیام. ما کلیپ شما رو دیدم برادر عزیز، کلیپ شما رو برای من یکی از دوستان فرستاد از آلمان، دیدم. تشکر میکنم از شما، پیام ما رو رسانیدم. متاسفانه تا هنوز تماس نگرفتن و نخواهند گرفت برادر عزیز، اینو خاطرتان جمع باشد. بله استاد، اونطور است که ما خصوصا تغییر هم شناسم، اما طوری که ما قطع شفیه یار خیلی بحثا داشتیم. اما تو که شفیه یار از بحث میگریز، از مناظره میگریز، آقای کاوش هم همچنان. چون اگر ما برازیا در وقتی که دعوت کردم برازینا میفتم که یک چینل یوتیوب هم است، دوم میتونی بری باز اینا با پرشنبه نمیشد که اینها به خاطر پول آمدن بحث میکردن یا سواد ندارن، این توحید نمیکرد، از مناظره فرار میکرد. باز ما گفتم برو در تلویزیون نور است، برنامه سر چی برنامهش بک‌گراند برنامهش پیش رویش نمبر زدگیست. ما و ویدیوی تانم برشان کات کردم، برشان روان کردم. باز اینا برای ما پیام دادن که این ما برشان در تلویزیون ایمیل کردیم. ما گرچند برشان گفته بودم که تلویزیون نور سیدان است، یک تلویزیون نور است که از بچه استاد ربانی است، یک تلویزیون نور است که در ازبکستان است میفهم یا در تاجیکستان است، مجری های تلویزیونش از این کشورهای فارسی زبان است. درست. یک تلویزیون نور که شما هستین، من شما گفتم اشتباه میکنی، بگی من نمبر برات بکنم و بیاد بخوای داخل پیام بخوای در پیام هم دادم، پیام مرا جواب داد، گفت که ما برای از اینا ایمیل کردیم جواب بدن. بازم استاد ما برشان گفتم ما براتون نه ایمیل نکرده، به تلویزیون نور ایمیل نکرده، به ما ایمیل نکرده. شماره ما واضح آشکار اینجا هست و این تحدی و چالنجی رو که ما قبلا هم اعلان کردیم، مرد هستن، جرأت دارن، بیان این برنامه آن روی سکه. همونطوری که بارها شما شاهد بودید که ما به مخالفینمون 1 ساعت 1.5 ساعت وقت دادیم، بیان گفتگو میکنیم، بحث میکنیم. اما اینکه مثلا ما بریم با اونها در تیک تاکشون یا در یوتیوبشون با اونها بحث بکنیم، این یک حیله ای است که اونها دارن که اگر دیدن که شما یک کلمه یاد دارید، یک مسئله رو، یک دروغای اونها رو میخواهید که بیان بکنید، بعد از اون صدایتان را قطع میکنن، توهین میکنن، اهانت میکنن و اینو من بارها دیدم. کلیپاشو دوستان تقدیم میکنن برای ما، میبینیم برخوردش. من تا دیدم برخوردش با شما چطور بود. خیلی بی‌ادبانه و با بی‌تربیتی برخورد میکنن با کسایی که تماس میگیرن.
بله استاد می دکتر صاحب امرا براتون روان کرد پیام مره. استاد عزیز ما به امیدوان آخرین پیامتون که برشان برسانم، گرچه من میفهمم که اینا مشنون امیال برنامه را گوش دارن و بازم از شما که ما با اینا آخرین گپم چی باشه، آخرین پیام چون ما برشان وعده دادیم که حتما براتون گفتم به زودی جواب میدم. آخرین پیامتان چی باشه که چون بر اگر اینا واقعا مهر دستن میتونن مناظره کده که زودتری مناظره با وقوع پیونده و ما بشینیم سعی کنیم، چون ما خیلی منتظر هستم استاد. ببینید ما همون صحبتی که کردیم، این که مثلا ما بیایم یک مناظره برگزار بکنیم، چون مناظره با انسان عاقل، با انسانی که صاحب یک علم و منطق باشه برگزار میشه، درست است؟ که مثلا یک موضوع انتخاب میشه. ما دیدم مناظراتی که ایشان داشتن با آقای افندی و با آقای مجددی و با بعضی دوستان دیگری که مناظراتی که داشتن، میاد شروع میکنه در مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه 10 تا 12 تا شبهه رو ردیف میکنه. اصل موضوع چیز دیگه است، میپردازه به موضوعات دیگر. ما بازم تکرار میکنیم که در برنامه آن روزی که آقای کاوش یا هر کسی که هست تماس بگیره به این شماره تلفن، 2 ساعت کامل وقت برنامه رو من حاضر هستم که با ایشان بحث و گفتگو بکنم. تک تک شبهاتش رو مطرح بکنه، من پاسخ میدم اگر واقعا دنبال بحث و گفتگو و دنبال حق هست. اما نه اینکه اونجا بشینه. مثلا همین الان شما دیدید که من 2 تا از دروغ‌هایی رو پاسخ دادم، با چه الفاظ زننده‌ای، با چه الفاظ زشتی نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحبت میکنه، اونم دروغ، تلبیس، خیانت. یک کتابی رو از این کتابای ملحدینی که نوشته شده با فارسی پیش روش هست، فقط میاد از روی همون نشخوار میکنه و هر چی که در اومده رو ذکر میکنه بدون اینکه خودش علمی داشته باشه که به اصطلاح بحث و گفتگو بکنه. اما با این وجود، همونطوری که ما دیدید گاهی اوقات اینجا کسانی از دوستان شیعه ما آمدن، با وجود اینکه حتی لیاقت گفتگو رو هم نداشتن، ما وقت دادیم بهشون، شبههشون رو مطرح کردن، بحث کردیم، گفتگو کردیم و همین سیاست ماست. و این برنامه هیچ قید و بند و شرطی برای هیچ کس نداره. هر کسی که تماس بگیره هر شبهه‌ای رو که دوست داره مطرح بکنه و ما پاسخگو هستیم. درست است استاد. من نمی آخرین پیامتون است که ما برشان میرسانم و ما امیدوار هستیم که اینا در گپشان استاد باشن و صادق باشن و بیاین مناظره بکنن. تشکر. یک زنده باشید برادر عزیز. سلامت باشید. خب ما براتون حتما اول میتم ان شاء الله. سلامت باشید. مستقیم پیام میتم و یا با دکتر صاحب امرا میام چون براتون زودتر برسه ان شاء الله. همین تلفنتون استاد عزیز یک چند روز خیلی متوجه باشین. چشم، حتما ان شاء الله. حتما ان شاء الله. سلامت باشید برادر عزیز. الله مطالب است. خداحافظ. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. استاد گرامی خوب هستید؟ سلامت باشید، زنده باشید، بفرمایید. الحمدلله. بفرمایید بیننده عزیز. خب تماس این عزیزمان قطع شد. آقای سید یحیی بفرمایید. سلام علیکم. استاد محترم و معظم، نهایت سپاس از خدایی که مثل شما جوانان عالمان دانشمندان خداوند در این آخر شرایط زندگی که از 75 سال عمرم تیر شده ما افتخار به وجود شما میکنیم. سلامت باشید، زنده باشید. صدای شما قطع شد برادر عزیز. اگر فکر کنم مشکل اینترنت دارید. آقای سید یحیی لطف کنید دوباره تماس بگیرید بیننده عزیز. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. استاد گرامی خوب هستم ان شاء الله. سلامت باشید، زنده باشید، بفرمایید. استاد گرامی من از ایران خدمت شما به تماس. 2 تا سوال دارم. در رابطه با موضوع برنامه باشه بفرمایید برادر عزیز. اگر سوالات شرعی هست در برنامه پرسش پاسخ. یک لطف بکنیم، من خود
من فارغ التحصیل شریعت هستم. امی یک موضوعات برای من کمی به اصطلاح چیه راجع به امی برنامه شما هم هسته. بفرمایید. مثلا راجع به امی سیغه ها استاد گرامی که مثلا ما قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، مثلا صیغه مبالغه راجع به امینا یک معلوماتی اگر وقت شد برای ما ارائه کنیم استاد ممنون بشم. باشه چشم. گرچه در این مورد بارها صحبت کردم، حتی کلیپاش هم هست در سایت، اما باز باشه چشم. دست شما درد نکنه، ببخشید شب خوب داشته باشید. خدا تشکر شما. تشکر شما. چشم ان شاء الله در این مورد صحبت میکنه. عبدالقادر برادر عزیز بفرمایید. سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. استاد یک سوال در مورد سوره فلق و ناس دارم که این آیات که میگه اونایی که در گره ها میدمن، الان در گره ها کی میدمد؟ همین ملاها، رمالان و اینا؟ بله جادوگران شامل مستقیم اینا میشه؟ بله شامل جادوگرا، رمالا، همینایی که به اصطلاح جادو میکنن شامل اینا میشه. چون در اصل همین معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، اینها برای رقیه رسول الله صلی الله علیه و سلم از جادویی که یک زن یهودی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو جادو کرده بود برای شفای ایشان نازل شد و این آیات رو میخوندن، این دو سوره رو، و این گره های جادو رو باز میکردن. و هر کسی که مثلا فکر میکنه سحر شده، جادو شده، این دو سوره رو، آیت الکرسی رو، سوره قل هو الله احد رو 3 بار یا 7 بار بخونه، بر خودش بدمه، انشالله شفا پیدا میکنه. و اگر جادویی رو کسی در خونش پیدا میکنه، در بالشی، در جایی از خونه پیدا میکنه، وقت باز کردنش این سوره رو بخونید، این سحر و جادو رو باطل میکنه. بعضی هستن مثلا یک جادوی چیزی رو پیدا میکنن در خونشون، اون رو میگیرن مثلا همینطور بدون که چیزی بخونن باز میکنن و یا دور میندازن، این اشتباهه. با اثناء باز کردنش باید این آیات تلاوت بشه تا اون اثر اون سحر و جادو رو از بین ببره. و استاد در مورد آیه که میگه و من شر غاسق اذا وقب، آیا این آیات رو مفسران ترجمه کردن یا تفسیر کردن به شب تاریک؟ ولی این آیه به خیال من اونجور که من فهمیدم این آیه هم در مورد همین جادوگران و کسانی که توی تاریکی شرک و جهل و کفر میرن یا از نادانیشون صحبت میکنه. آیا میشه مثلا فهم من یک انسان عادی که قرآن بلدم، از پدرم بلد شدم که بخونم، یاد گرفتم، و فرق یک فهم یک عالم آیا فرق میکنه، یا من میتونم هم اون فهم داشته باشم از عالم بگیرم و هم فهم خودم از این آیات داشته باشم؟ میشه اینجوری؟ ببینید برادر عزیز گرامی، ما تفسیر بر اساس فهم خودمون نمی کنیم. تفسیر قرآن بر اساس آیات قرآن است که اینو تفسیر بالمأثور میگن. تفسیر قرآن بالقرآن است. مثلا ما تفسیر سوره حمد رو در سوره انعام داریم، تفسیر بعضی از آیات رو در یک سوره در سوره دیگر داریم. تفسیر قرآن بالحدیث است که رسول الله صلی الله علیه و سلم تفسیر کردن، و تفسیر صحابه است که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدن، و تفسیر تابعین است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدن. و اکثر مفسرینی که ما تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر قرآن به سنت و تفسیر قرآن بر اساس اقوال صحابه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدن، این تفسیر معتبر است. ما هیچ وقت نمیتوانیم بگیم که والله این برداشت من از قرآن است که اینطوری است. آنچه که مفسرین گفتن، آنچه که علمای سلف گفتن، علمای صالح پیشینی ما گفتن، اون برای ما معتبر است. این که ما بگیم که والا فهم من از این آیه یا از این سوره این است، این مدار اعتبار نیست برادر است. چون اکثر این جادوگرها و اکثر این، ببینید مثلا قتل، جنایت ها، زنا، اکثر جرم و جنایت هایی که صورت میگیره کی صورت میگیره؟ در شبها صورت میگیره، درست است؟
و اکثر جادوگرها و اکثر کسایی که این اعمال رو انجام میدن این کار رو در شب انجام میدن. به خاطر همین در اینجا اشاره است که ما از شر تاریکی شب که همه جا را فراگیرد به الله سبحانه و تعالی پناه میبریم. این تاریکی این جادوگری و این شرها، این تاریکی شبی که الان هست میتونه تاریکی شرک هم باشه، میتونه تاریکی شرک هم باشه، چون ما در حدیث داریم که مثلا یک نوع از شرک به اصطلاح خفی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنن که در شب تاریک یک مورچه سیاه بر روی یک سنگ سیاه راه بره به این شکل پوشیده است. میشه که مثلا شرک تاریکی است، خرافات تاریکی است، الحاد تاریکی است، بیدینی تاریکی است، اما آیات معینی رو ما بیایم بر اساس فهم خودمان تفسیر بکنیم، این کار خیلی یعنی جرأت میخواد برادر عزیز. زنده باشید، سلامت باشید، الله متعال حفظتون کنه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین آقای انصاری؟ سلامت باشید، بفرمایید. برادر انصاری، من نخواستم برنامه شما رو وقت بگیرم. من یک سوال شخصی داشتم و شما آواز صوتی روی کده که ما جواب میگردونین چشم. دوستان پیام ایشان را برای من بفرستید به واتساپ من، انشالله پاسختان را خواهم داد. من در همین نمره شما روی کدگی. بسیار خوب، بسیار خوب. چشم، حتما انشالله. زنده باشید. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله. الله یار نگهدارتون. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. متاسفانه تلفن مشکل داره، تماس‌های عزیزانمون قطع میشه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد ناس هستید؟ سلامت باشید. بفرمایید. بله بفرمایید. استاد من از ترمیز هستم. دعا کنید که من هم مثل شما عالمی همیشه شما باری شما الله سبحانه و تعالی خیر دنیا و آخرت رو برای شما نصیب بکند. الله سبحانه و تعالی علم دین رو نصیبتان بکند برادر عزیز. زنده باشید. تشکر از شما. از برنامه‌تون چیزی رو آموختیم استاد. از رحمت سلامت باشید. زنده باشید. الله متعال حفظتون کند. تشکر از شما. بیننده عزیز تماس شما قطع شده بود، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. شما تماسشون قطع شده بود لحظات پیش. بله بفرمایید. زنده باشید. بعضی معذرت به قسم قطع لاین شد. بله بفرمایید. جناب استاد چند کلمه گفتنی دارم. بفرمایید. البته آرزوهای سوالات بسیار دارم، منتها به خاطر از اینکه با شما لطف خدا شد که روبرو شدیم، یعنی درباره شفیع عیار که به حرمتانه دان خدا و مرداری و لولب باز میکنه، اگر توانایی باشه و پروگرامتان باشه راجع بابا هم یک چند کلمات می قسمی دانلچکر ارائه کنین و بگوین و افتخار ما هم باز بیافیم. چرا ما خودم بعضی کتاب ها و چیزهایی که نشته کردیم درباره از اون نشتیم مگر ناشده ناشیدنی نیست گپش ددل که بزرگترین انسان روی جهان دو جهان بوی بالاتر است حساب به حرمتانه تکلم کرده. لیکن این آرزوی ما ساز محترم و از جانب دیگه یک چیز دیگه هم درخواست داریم. بفرمایید. ما با عمر خدا تیر کردیم، برای ما دعای خیر کنیم در هر مجالس، در هر جایی، در هر وقتی شما با مردم تبلیغ میکنیم
فرمان رسول خدا رو به جای میسازیم، واجب انسانی خود ادا میکنیم، با ما هم به شخص بخصوص به فامیل دعا کنیم. ما ایمان دارم دعای شما قبول میشه. الله مطلع سان کند. الله سبحانه و تعالی حسن خاتمه نصیبتان بکند. الله سبحانه و تعالی با نبیین و صدیقین و شهدا محشور بگرداند شما را. قربان عرفای مبارکتان، قربان چهره با نور و با صفای شما، با جناب حسینی صاحب بسیار از طرف احترام میکنم. ما افتخار به امشب به این شد، ما هر شب هر روز بسیار وقت که برق نمیگوشته افغانستان ما حتی جنیتر چالون میکنم میشنم و هر روز ما تمام ضعف و مریضی ما گم میشه از خودریزی چیزایی که از شما شنیدیم، از حسین صاحب شنیدیم، از بعضی دوستای دیگه استاد محترم وقت را زیاد نمیگیرم. سلامت باشید. الله مطلع. بزرگی های خدا شکر مثل شما بنده های نیکو بنده های خدا پرست داره که ما از فیض و برکت شما همچنان میشه که یک نتیجه خوب بگیریم، دعا به ما کنیم. الله مطلع. روایت رو میبوسم. سلامت بسیار با احترام با عزت تکرار میکنیم به علم شما، به دانش شما، به فصاحت زبان شما، به اینی که خداوند به شما لایق دیده. این درجه بزرگه. الله مطلع استان کنه. سلامت باشید. تکلیف تان نشه. سلامت باشید. هر وقت هر لحظه که شما تکلم میکنین یک فیض آسمانی میه. الله مطلع استان کنه. سلامت باشید. شما هستی های است او رو کس نمیتونه اندازه کنم. از این خاطر با شما کم صحبت کردم و موضوع باید میگفتم نگفتم این بخیر آینده انشاءالله تعالی و راجع به شفیعیار که اگر شنیده باشید یا بکشنم. بله صحبت خواهم کرد. یک ذره نمایین الله یار کردیم این بچه دیگه که آیت مطابق قرآن پاک گفته و رسول خدا صلی الله علیه و رشوت میگیره. دیگه بار شما قدرش این جواب دادین، این قدر مفصل، این قدر عالی. همین شفیعیارم با قانون خدا و با قانون انسانیت و قانون شرافت انسانی بهش بگوین ولی از خدا پیغمبر خدا تبیین نکن که خدا انقذبش دم. امیر لس آنجلس چقدر هستیاش از بین رفت. یک نمونه قهر خدا بود مگر یاد نمیفهمن زید. ببان شما دستای دارم بیبوسم. الله مطلع استان کند. خواهش میکنم بزرگوار است شما. الله مطلع استان کند. سلامت باشید. سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این برادر عزیز و بزرگوار که این لطف و بزرگواری رو کردن. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی این حسن ظن اینها رو آنطوری که هست در وجود ما قرار بده. من در مورد کسانی که توهین میکنن به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من این آیه رو خدمت شما عزیزان بیارم. شفیع عیار یک انسان مسخره‌ای هست. یعنی ببینید وقتی یک انسانی میاد به عنوان آزاداندیش، به عنوان روشنفکر، وقتی که میاد به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امروز علمای غرب، علمای کفار، منصفینشان، با وجود این که میگن ما اعتقاد نداریم به این که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر الهی است، اما هیچ شک و شبهه‌ای در این نداریم که از جمله بزرگترین مصلحین بشر است که در راه اصلاح بشر، اصلاح اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، نظامی در تاریخ بشریت مثل و مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم شما نمیتوانید پیدا بکنید. و یک نکته دیگری را خدمت شما بزرگواران بیان بکنم که هر کسی که از صدر اسلام تا امروز به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توهین و اهانت و بی احترامی کرده، نتیجهش رو در این دنیا دیده است.
این وعده الهی است. آیه ای رو که من میخوام خدمت شما عزیزان نشون بدم در سوره حجر هست، آیه 95. الله متعال میفرماید این کفیناک المستهزئین، بیگمان ما کافی هستیم، ما شر انسانهایی که تو را مسخره میکنن، به تو توهین میکنن، اهانت میکنن، اینها رو دفع خواهیم کرد. به خاطر همین کسانی که به ذات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این دنیا توهین میکنن، قبل از مردنشان نتیجهش رو در همین دنیا خواهند دید. والله من در این عمر خودم نتیجه توهین به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دیدم. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم، ذات رسول الله صلی الله علیه و سلم بذارید کنار، نتیجه کسانی که زبان درازی کردن به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو دیدم. و اینایی که میبینید یک روزی در این دنیا شاهد گرفتاری اینها و عذاب اینها و رسوایی اینها در دنیا خواهید بود. میگم که ذات رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بذارید کنار، کسانی که به سنت پیامبر زبان درازی کردن در این دنیا رسواییشون رو ما دیدیم. کسی به نام وسیم یوسف بود، یک کبکبه‌ای داشت، دبدبه‌ای داشت برای خودش. اصلش از اردن بود، تابعیت امارات رو داشت، در تلویزیون ابوظبی برنامه داشت. این تقریبا 10 سال قبل شروع کرد به زبان درازی. یک موجی آمده بود به خاطر اینکه مشهور بشن بعضی از دعوتگرای به اصطلاح تلویزیونی و یوتیوبی و سوشال میدیا، مثل همون اعرابی که اومده بود در خانه کعبه ادرار کرده بود، بعد گفته بودن چرا این کارو کردی؟ اون بخاطر که مشهور بشم. بعضی از انسان‌ها اینطوری هستن. این و امثال وسیم یوسف اینا آمده بودن با زبان درازی به بخاری که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو جمع کرده، خواستن مشهور بشن و شدن. در جهان اسلام دیگه زبان زد خاص عام شده بود وسیم یوسف. امروز در آمریکا در یک بیمارستان، نمیخوام شماتت بکنم، اما این وعده الهی است. در تاریخ اسلام کسانی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت رسول الله زبان درازی کردن و توبه نکردن، الله سبحانه و تعالی در این دنیا اونها رو گرفتار کرده. امروز وسیم یوسف در یکی از بیمارستان‌های آمریکا با مرض سرطان داره دست و پنجه نرم میکنه. شهرتش، عزتش، تلویزیون و برنامه‌ها و اون غرور و اون تکبری که داشت همه شکسته شد، از بین رفت. فقط وسیم یوسف بنویسید در یوتیوب میبینید گریه‌هاش و زاریاش و در گوشه بیمارستان افتاده داره با مرض سرطان دست و پنجه نرم میکنه. و شفیع عیارم گرفتار همین مبتلا کرده الله سبحانه و تعالی رو. پدر بزرگوار، برادر عزیز، اینها کسانی هستند که با اینها نمیشه بحث و مناظره علمی کرد. کسی که میاد توهین میکنه این اهل بحث و مناظره علمی نیست. من اسلوب و روشم این است که با کسانی که با این روش برخورد میکنن، با همون روششون با خودشون برخورد باید بشه. اینها باید خار بشن، اینها باید ذلیل بشن، به اینها نباید اهمیت داده بشه. اینها میدانند، همه این حرفایی رو که میزنند اینو میدانند که دارن دروغ میگن، تلبیس میکنن، خیانت میکنن، توهین میکنن، اما پول است، اجیر هستن و در مقابل این حقوقی که میگیرن باید این کار رو انجام بدن. و الله سبحانه و تعالی اینها رو در این دنیا خار و ذلیل میکنه. نمیخواستم این رو ذکر بکنم. جناب حکمتیار صاحب یکی از رهبران معزز و مکرم جهاد افغانستان، قربانیهاش، جهادش، زحماتش همش روی چشم. روزی که با بخاری در افتاد دیدید که چطور الله سبحانه و تعالی خار و ذلیلش کرد. مسجدش ازش گرفتن،
خانهش رو ازش گرفتن، درسش رو تعطیل کردن، رادیو و تلویزیونش رو تعطیل کردن، خوار و ذلیل و در به در شد، چون با بخاری در افتاد. وای به آل کسی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیفته. عاقبت در افتادن با بخاری رو دیدید؟ باور کنید هر کسی رو که دیدم که با بخاری در افتاده در همین مدت 20-25 سالی رو که خوب به یاد دارم، الله سبحانه و تعالی رسواش کرده در این دنیا. هر کسی که با رسول الله و با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیفته در این دنیا رسوا میشه و این وعده الله سبحانه و تعالی است. کسی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین میکنه این درهای جهنم رو، درهای عذاب رو، رسوایی رو در این دنیا قبل از آخرت به روی خودش باز میکنه و یک روزی شاهد ذلت و خواری و بدبختی این کاوش هم خواهید بود. ببینید، صبر بکنید و ببینید، چون اینا بحثشون بحث علمی نیست. یک انسانی که مثلا ملحد است، خدا ناباور است، منکر دین است، مرتد است، اصلا به دین اعتقاد نداره، اومده رفته مطالعه کرده، یک سری شبهاتی داره، با این انسان میشه بحث کرد، باش مناظره کرد، گفتگو کرد، حق رو براش آشکار کرد، قبول کرد خوب، قبول نکرد اختیارش. اما یک انسانی که در وجودش خباثت است، در وجودش حقد است، کینه است، با تلبیس و با دروغ و با خیانت بخواد، با توهین به رسول الله صلی الله علیه وسلم بخواد، با توهین به اسلام بخواد خودش رو مشهور بکنه و حرف بزنه، با این انسان شما چی میخواید بگید؟ و من انشاءالله در هر برنامه آن روی سکه یکی دو تا از دروغ‌ها و تلبیس‌ها اینا رو، نه به خاطری که جواب اونها رو داده باشم، به خاطر اطلاع رسانی به شما بینندگان عزیز، به خاطر اینکه شما دینتان را، خودتان را در مقابل این شبهات و در مقابل این انسان‌های جاهل و نادان واکسن بکنید، برایتان بیان میکنم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی شما تلفنتون مشکل داره، صداتون رو من ندارم. بله سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام، زنده باشید، سلامت باشید، بفرمایید. شما هم از سنت رسول الله صحبت کردیم. ما هم در افغانستان بسیار نماز به طریق سنت میخونیم، مخالفت خیلی هست بسیار. شما نوز بالله این مفتخرا نماز میخونیم، آهین زنخون نماز میخونیم و یا سنت رسول الله از اون مسلمان هست آنه فقط کشورهای عربی هست. بی وقتی بیان بسیار عالمای ما وقت پیش میکشیدیم و از یک سنت مویور بدادم، بسیار عالما هستن از سنت مخالف. تماس شما قطع شد برادر عزیز، تلفن مستقیم متاسفانه تماس‌ها قطع میشه، مشکل داره. امیدوار هستیم بتونید دوباره تماس بگیرید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای محمد انصاری یه سوالی داشتیم. ما که با شبکه ولایت تلفن میزنیم صدای ما درباره توحید یا مثلا اثبات امامت در قرآن اصلا صدای ما را قطع میکنن. شما که تلفن میزنید مستقیم بلند میکنید صحبه الاسلام. یه سوال داشتم، میخواستم آیه 57 سوره اسراء رو برای من ترجمه کنید که خیلی مهمه برای توحید. آیه 57 سوره اسراء. چشم، حتما شما زنده باشید. تشکر از شما. سوره اسراء آیه 57 دوستان عزیز اگر اینجا نشون بدن، الله سبحانه و تعالی میفرماید که اولئک الذین یدعون، آن کسانی که کفار
آنها را میخوانند، یا مشرکین، کسانی رو که غیر از الله سبحانه و تعالی میخوانند. یبتغون الی ربهم الوسیله، که به پروردگارشان وسیله و یا تقرب میجویند. ایهم اقرب و یرجون رحمته، کدام از اینها نزدیکترند و به رحمت الله سبحانه و تعالی امیدوارترند و از عذابش میترسند. و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا، و عذاب الله سبحانه و تعالی انباره ترسناک است. این یکی از آیاتی است که ردی است بر کسانی که غیر الله سبحانه و تعالی را واسطه بین خودشون و الله سبحانه و تعالی قرار میدند. چون کفار و مشرکین اعتقاد داشتند که میگفتند ما این بت‌ها رو نمیپرستیم و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها رو نمیپرستیم، اینا وسیله و واسطه رساندن ما به الله سبحانه و تعالی هستند. مثل که امروز شما بیاید به یکی بگید که خب چرا به این قبر سجده میکنید، چرا از این قبر میخوایی، چرا از امام فلانی میخوایی، چرا یا مهدی و یا زهرا و یا علی و یا حسین میگی؟ میگه ما بنده های به اصطلاح گناهکاریم، آبرو نداریم، رو نداریم که از الله سبحانه و تعالی بخوایم، اینها رو ما واسطه قرار میدهیم. دقیقاً همون حرفی که ابو جهل و ابو لهب در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن. میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها رو نمیپرستیم، اینا واسطه و وسیله رسیدن ما به الله سبحانه و تعالی هستند. در حالی که الله متعال میفرماید که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا اجابت بکنم شما را. در هر نمازمون میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری و مدد میجوییم. این تعهد رو به الله سبحانه و تعالی ما در هر رکعت نماز میدیم. بعد از اون بیایم کسی دیگری رو من دون الله وسیله و واسطه برای رسیدن به الله متعال قرار بدهیم، این گمراهی است. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام. آقای انصاری بفرمایید. خوب هستین شما؟ سلامتی؟ زنده باشید. تشکر از شما. نمیخواستم وقت برنامه بگیرم، یه تشکر میخواستم بکنم شما از زحماتتون، خستم نباشید. سلامت باشید. تشکر امید جان، تشکر از شما. الله متعالفتون کنه. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم از این برادر عزیزمون. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد میخواستم با صدا تابشتم در حق ما مهاجرای تاجیک در روسیه هستیم. الله سبحانه و تعالی سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه برادر عزیز. زنده باشید. تشکر از شما. بسیار خوشحال شدم که صداتون شنیدم. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا علی بفرمایید. آقای علی بفرمایید. آقای علی مرادی بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید علی آقا. سلام استاد. سلامت باشید. بفرمایید. سلام استاد. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سلام. والا دوست عزیز 10 مرتبه سلام دادید. الله متعالفتون کنه. لطفاً تماستون که برقرار میشه صدای تلویزیونتون رو ببندید و با گوشی تلفن صحبت بکنید. اینطوری وقت خودتون هم ضایع میکنید و وقت بینندگان دیگر رو هم میگیرید. به خاطر همین دوستانی که تماسشون برقرار میشه لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید و از طریق گوشی تلفن
با ما صحبت بکنید، چون صدای ما رو با تأخیر چند ثانیه‌ای از طریق تلویزیون میشنوید و این مشکل در تماس ایجاد میکنه. به هر صورت ما به پایان وقت برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر و آن روی سکه‌ای که باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان